صدای تکنیک‌های پراقتدار شرکت سهامی Innovative Road Solution Ltd در جمهوری تاجیکستان در راه دوشنبه خوجند چناق همه روزه شنیده می شود. از تکنیک‌های مذکور امکان داده ایستادند که همه روزه راه از برف و فرآمدن ترما تازه کرده شود. باید تذکر داد که این مکان موضع کوهی بوده، برف زیاد امکان راه گشتن را برای نقلیات دشوارگذار گردانده است. زاکر عبدالقهار 10 سال است در فیلیال شرکت سهامی Innovative Road Solutions Ltd در ولایت سوخت فعالیت دارد. او راننده تکنیکی باربردار و هموار کننده است. هر روز با تکنیکی خود مواد ضد لغزش بار میکند و همچنین راه را از برف تازه میگرداند. در راههای کوهی کار کردن در فصل زمستان مهارت خاصه را تقاضا میکند. اندک به اعتنایی باعث به وقوع آمدن مانع و حادثه‌های ناخوش گردیدنش از احتمال دور نیست. از این رو او با ملکه پیدا نموده‌اش توده‌های بزرگ برف را به کنار راه برآورده آن را به حرکت نقلیات ماهرانه آماده می‌سازد. در قطعه کیلومتر 181 راهی خوجند دوشنبه چناق واقع در ناحیه شهرستان 21 نفر کارمندان شبانه روزی کار میکنند. بنا به گفته استاد راهی قطعه رقم 1 رجب علی قوتوف با موازنه آنها شماری زیادی تکنیک‌های تخت و هموار کننده، بارکشان و امثال آن وابسته میباشد. طور کارمندان امروز داشتن در کار امروزه تکنیک مددگاری اساسی و کمک رسانی اولین درجه آنها به حساب میرود، بخصوص تکنیک‌های معاصر. از ماه январ 2022 علاقه 600-700 تن مواد ضد لغزش کار کردیم که این برای همه آدمان راهگذر مسافران بهبودی کردن. همین کارا رو ما اجرا میکنیم. شبانه روزی ما کار میکنیم. تکنیکمون هم معیا هم شرایط هست. با اوقات گرم تامین میکنیم کارگرا رو همش. ما ترمایی که آخرین بار پر آمد در بین یک نیم ساعت یک ساعت ما برطرف کردیم. تکنیکمون که همش برای زمستان گذرانی تیار که بود شبانه روز کار کردیم و همین کار رو برطرف کردیم برای همه خلق در راه نماند. پیشگیری همین صورت همیشه حرکت منتظم نقلیات رو ما تامین میکنیم. امروز برای برطرف نمودن معمای راه به فیلیال شرکت سهامی Innovative Road Solutions Ltd جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت 50 عدد تکنیک از جمله 35 عدد برای زمستان گذرانی وابسته شده است. شماره کارگران باشد 70 نفر را در بر میگیرد. شرکت بغیر از ناحیه شهرستان در شهر استروشن، نویاهی سپیتامین و مسجد قطعه‌های خود را دارد که شبانه روزی کارمندان در آنجا نوبتداری را به راه مانده‌اند. کارمندان هنگام ضرورت نه تنها راه را از برف تازه بلکه به مسافران کار افتاده دست مدد میرسانند. آنها را با خوراک گرم و منزل زیستی موقتی تامین میکنند. نمایندگی سوخت فیلیال شرکت سهامی Innovative Road Solutions Ltd در جمهوری تاجیکستان قسمت راهی شهرستان بوستان چناق را از پیامدهای بارشات تازه نموده با مواد ضد لغزش کارکرد کرده ایستادند. در این مرحله فعالیت شبانه روزی کارمندان تامین کرده شده، زیاده از 25 ترماهای خرد و کلان برطرف کرده شدند. عین زمان راه سمت خوجند دوشنبه پورا برقرار گردیده حرکت به خطر واسطه نقلیات به راه مانده شده است. برای برطرف نمودن پیامدها از قبیل ترما، بارشات زیادی، باران، سیل‌آوردها تیار بوده. تکنیک مکانیزم ها در حالت آماده باش قرار دارند. کارهای از برف تازه نمایی و حرکت براهمانی دو طرفه راه دوام دارد. عین زمان فیلیال شرکت در این سمت فعالیت خود را پیش برده ایستاده است. راه ماشینگردی دوشنبه چناق از ترماها آزاد و حرکتی واسطه‌های نقلیات از دو سمت دوشنبه خوجند و خوجند دوشنبه به راه مانده شد. برابر این همه به موازنه اداره راهی ولایت سوخت 8180 کیلومتر راه تعلق داشته. در همه مناطق ولایت کارهای زمستان گذرانی، تامینات با مواد سوخت، روغن‌های موریدنی و مواد ضد لغزش راه اندازی گردیده است. مسئولین راهداری ولایت برای به مشکلات پس سرنمودن فصل سرما کارهای نظررس را به سامان می‌رسانند. 18 شهر نوایی در اوایل زمستان تمامی راهداران تمامی پیشو غیرت میدهند که حالت راه در فصل زمستان جوابگو به معیارهای استانداردی باشد. مواد ضد لغزش، سوزشواری، تکنیک‌های راهداری پس صرف کردن زمستان آماده هستند. اساساً در شهرهای خوجند، چناق دوشنبه، عینی پنجکند، کوهستان مسچو راه‌ها دشوارتر از حسابی که بلند کوه هستند. از آن جمله در همین منطقه‌ها مکانیزم راهداری، نوبتداری شبانه روزی و تمام چارهایی که در توازن موسمی ما وابسته هست کوشش غیرت میکنیم که همین
ҷойҳои осебпазирро сари вақт бартараф кунем. дар ҳамкорӣ бо ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон ронандагонро мебояд ҳангоми сафар ҳушёриро аз даст надода бо истифода аз имкониятҳои фароҳам овардашуда ҳаракати хеш ва ҳамсафаронро бехатар нигоҳ доранд. бо вуҷуди ин дар бартараф намудани монеаҳои фасли дай мо ҳаматарафа мусаллаҳ бошем, ҳам ба инҷиқҳои табиат бояд омода бошем ва дар ҳамдастӣ метавонем бемушкилӣ ба рӯзҳои хуб бирасем.